رقابت جالب و باور نکردنی قیس الفت با شبنم ثریا. شبنم ثریا چرا بار دیگر حسادت و بخیلی با هنرمندان افغان کرده است و کار جالب قیس الفت با این هنرمند تاجیکی. قیس الفت در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. قیس الفت یکی از هنرمندان ناز، تاپ و خاص در هنر موسیقی افغانستان است. قیس لقب شهزاده غزل را از طرف علاقمندان و دوستداران صدایش کسب کرد. قیس الفت هنر موسیقی را از پدر بزرگوارش استاد الفت آهنگ آموخت. در مدت خیلی کوتاهی توانست در افغانستان جایگاه هنری خاصی برای خودش کسب کند و من حیث داور و یاور در بزرگترین برنامه‌های موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه می‌کرد. قیس الفت همواره تلاش می‌کند تا کارهای هنری جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش منتشر کند. قیس الفت در کشور ازبکستان من حیث مدیر اجرایی در تلویزیون جهانی AMC می باشد. قیس الفت چند سال قبل کنسرت‌های مشترک با شبنم ثریا هنرمند تاجیکی در سرتاسر جهان برگزار می‌کرد و حمایت خوبی هم شد. تازه تصاویر قیس الفت و شبنم ثریا در صفحات مجازی بار دیگر نشر شده است که قرار است این دو هنرمند آهنگ‌های مشترک دوگانه ثبت کند. قیس الفت بعد از آن که نقد شدید از طرف علاقمندان و دوستدارانش شد و طور کامل کارهای هنریش را با شبنم ثریا خاتمه داد، ولی ما در انتظار نشر تازه‌ترین برنامه‌های هنری از این هنرمندان افغان و تاجیک خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان قیس الفت و شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.